سلام. رکورد پیمایش مسافت ترن‌های هیدروژنی تو آمریکا شکسته شد. اگر خاطرتون باشه عرض کردم خدمتتون که به نظر هیدروژن در آینده نقش پررنگی رو تو سبد انرژی کشورها بازی خواهد کرد. ایران به دلیل مزیت‌هایی که تو به دست آوردن این انرژی داره میتونه پیشتاز باشه. تو این ویدیو نگاه کوتاهی به این رکورد شکنی میندازیم. اینجا تکنولوژی و خودروه و من اردشیر آذرهوش هستم. بریم ببینیم. همونطوری که میدونید هیدروژن یک سوخت پاکه و خروجی واکنش اون فقط آبه که البته متاسفانه خود هیدروژن هنوز با صرف انرژی های تجدیدناپذیر به دست میاد. کمپانی سوئیسی استدلر موفق شد قدم بزرگی در استفاده از این انرژی برداره و در امریکا رکورد پیمایش مسافت با ترن‌های هیدروژنی رو بدون سوختگیری مجدد بشکنه و بتونه توجه همه رو به هیدروژن به عنوان یک منبع انرژی پاک و قابل اعتماد جلب کنه. اولین رکورد شکنی این کمپانی در سال 2022 با پیمایش مسافت 286 کیلومتر در آلمان اتفاق افتاد و تونست در طی 2 سال به رکورد تازه 2803 کیلومتری دست پیدا بکنه. این ترن مسافت 2803 کیلومتری رو در زمان 46 ساعت بدون سوختگیری دوباره و با حداکثر سرعت 130 کیلومتر بر ساعت پیمود. این ترن مسافری مجهز به 14 پیل سوختی با توان 100 کیلوواته. یک مخزن هیدروژنی داره و یک پک باتری که همه اینها در واگن وسط ترن قرار داده شده. 2 ماشین برقی در 2 انتهای ترنه. 2 واگن هم در 2 سمت واگن تأمین کننده انرژی قرار داره که گنجایش حمل 108 مسافر در اون دیده شده. خب امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار.